سلام دوستان عزیزم، امیر شفیزاده هستم با یک آموزش جدید. آموزش امروزمون مربوط میشه به تبدیل تصویر به فایل اتوکد، ولی این دفعه به کمک یک سایت. یعنی من قبلا هم پستایی داشتم، توی اون پست‌ها در رابطه با نرم افزارهای این زمینه صحبت کردم. الان میخوام در رابطه با سایت صحبت بکنم. خیلی نمیخوان نرم افزار نصب بکنن. خب این سایت که میخوام بهتون معرفی بکنم خوبیش اینه که شما علاوه بر اینکه میتونید یه فایل مثلا مثل تصویر بهش بدید، حتی میتونید یه آدرس، یه URL بهش بدید و بیاد اون تصویر رو تبدیلش بکنه به فایل اتوکد یا هر فایل دیگری. خب الان من اومدم توی گوگل، توی قسمت سرچش آرکیتکچر پلان رو سرچ کردم. مثلا یکی از این تصاویر، مثل این تصویر رو میخوام تبدیلش بکنم به فایل اتوکد. عکس هم هستش. خب میام و این تصویر رو یه راست کلیک روش میکنم و اینجا میام کپی ایمیج لینک رو میزنم که آدرسش در واقع بیاد و کپی بشه. خب میام تو اون سایتی که قراره تبدیل انجام بدم. اینجا دارید کاملا میبینید آدرسشو، کانورتیو یا هم چیزیه آدرسش .co که توی کپشن براتون میذارم آدرسشو. و کافیه اینجا بیایید ببینید چند تا حالت داره. میگه آیا میخوای یک فایلی رو مثلا از رو سیستمت انتخاب بکنی، آپلود کنی، یا میخوای از دراپ باکس استفاده بکنی، یا از گوگل درایو میخوای استفاده بکنی، یا URL یعنی آدرس یه سایت. خب من اینو میزنم و آدرس مورد نظرم رو وارد میکنم و سابمیت رو میزنم. حالا خیلی راحت میتونید اینجا بهش بگید که این چیزی که انتخاب کردید تبدیل به چی بشه. ببینید خیلی فرمت مختلفی داره، انواع فرمت عکس، داکیومنت ها، ای بوک ها مثل PDF و اینها، فونت، وکتور و در انتها کد که DXF یکی از پسوندهایی هستش که اتوکد خیلی خوب ازش ساپورت میکنه. خب DXF رو انتخاب میکنم و اینجا کانورت رو میزنم. چند لحظه صبر میکنیم که عملیات انجام بشه. همونطور که می‌بینید داره عملیات تبدیل رو انجام میده. خب تموم شد. لینک دانلود رو بهمون داده. کلیک میکنیم و ثبت میکنیم تا اینجا. با زدن دکمه سیو عملیات ذخیره انجام بشه. باز میکنم و اینو باز میکنم. یه دابل کلیک میکنم روی این فایلی که تبدیل شده که توی اتوکد برام باز بشه. خب این فایل اتوکد ماست. همونطور که ببینید این قسمت زیرش که مربوط به عکس بود، اینو حذفش میکنم. هیچی. بقیه نقشه رو دارید میبینید که خیلی تر و تمیز و قشنگ اومده و تبدیل شده به فایل اتوکد. کاملا هم عکس چیز هستن، خط اتوکد هستن و قابل ویرایش. خب امیدوارم که این آموزش هم به درتون خورده باشه.